خب بروبکس همچنان امین لطفی همو دارم براتون ویدیو میگیرم. این هفته میخوام یه سوال خیلی مهمی که خیلی ازم پرسیدین رو بهش جواب بدم. همونطور که روی صفحه میبینید سوال اینه که چطور سایتم رو سئو کنم طوری که توی 2 ماه رتبه های قابل مشاهده توی گوگل داشته باشم. بچه همونطور که میدونید با ورود هوش مصنوعی الان سئو واقعا کار سختی شده و یک تخصص فوق‌العاده محسوب میشه الان اگر کسی بتونه واقعا کار سئو انجام بده. البته از یک جهتی من خیلی خوشحالم که AI باعث شده که کسایی که مدعی سئو بودن دیگه هیچ گوهی نمیتونن بخورن و عملا رفتن کنار. حالا بچه‌ها میخوام به یک ابزاری، به یک سلاحی مسلح کنم شما رو که اگر این رو بدونید توی 2 ماه بهترین رتبه‌های گوگل رو توی سایت خودتون خواهید دید. اوکی، یعنی فوق‌العاده خواهد بود. حالا این داستان چیه و چطوری باید این کار رو انجام بدید؟ بچه‌ها همونطور که میدونید ببینید ما کلمات کلیدی داریم. اینجا می‌نویسم keywords. اوکی، کلمات کلیدی، من اینجا رنگ رو عوض کنم، کلمات کلیدی رو من به 2 دسته تقسیم میکنم. دسته اول دسته اینفو می نویسم یا اینفورمیشیال که ما توی سئو باهاشون چیکار میکنیم؟ وبلاگ یا همون بلاگ می نویسیم. مثلا چی؟ مثلا همین سوالی که اینجا می بینید خودش یک کلمه کلیدی وبلاگی میتونه باشه. بچه توجه کنید که خیلی مهمه این موضوع. اوکی، پس کلمات کلیدی 2 تا شد. البته از نظر من 4 تاست ولی اینجا 2 تاش رو میگم بهتون. کلمات بعدی که من می نویسم COMM یا کلمات کامرشیال، کلماتی هستن که باعث چی میشن؟ باعث ترانزکشن میشن، یعنی ترانزکشن یعنی باعث تراکنش میشن. ببینید حالا 2 تا مثال بزنید برای اینها بزنیم که مثلا وبلاگی این میشه که چطور چت جی پی تی را روی گوشی خودم مثلا نصبش بکنم. اوکی، این میشه یک کلمه کلیدی وبلاگی یا اینفورمیشیال. ولی کامرشیال توی همین حوزه هوش مصنوعی کامرشیال میشه چی؟ میشه خرید اکانت چت جی پی تی. اوکی، یا خرید اشتراک چت جی پی تی. این میشه کامرشیال. اوکی، این شد 2 نوع کلمات کلیدی ما که شاید از قبل هم باش آشنا بودید. حالا این چه ربطی به هوش مصنوعی و این داستاناش داره؟ ربطش به اینه که بچه‌ها الان شما توی گوگل کلمات کلیدی کامرشیال رو سرچ میکنید، گوگل AI یا همون AI مود یا همون AI سرچ گوگل جواب میده به شما که حتما اینو دیدید دیگه. قبل از سرپ توضیحات میاد، بعد سرپ اینجا لینک ها رو براتون نشون میده. این برای کدوم کلمات اتفاق میفته؟ برای کلمات کلیدی اینفورمیشیال، همون هایی که ما باهاشون وبلاگ میزنیم. در واقع آیا الان خیلی سواله که آیا الان ما روی کلمات کلیدی وبلاگی بخوایم کار کنیم، اینفورمیشیال بخوایم کار کنیم، صرفه دارد یا خیر؟ دارد، ولی باید خیلی استراتژیک عمل بکنید. یعنی چی خیلی استراتژیک عمل بکنیم؟ بچه شما میاید مثلا یک هزینه محدودی دارید، این هزینه محدود رو میذارید سر کلمات اینفو. تهش چه اتفاقی میفته؟ تهش اون سایت های قدر قدرت میان جایگاه رو میدن به هوش مصنوعی و هوش مصنوعی از اونها استفاده میکنه و توضیح رو به کاربر میده و عملا شما دیده نمیشید. علاوه بر اون این AI ها مدل هایی هستن که جمنای جواب میده دیگه. توی گوگل شما وقتی سرچ میکنید AI مدله، یعنی مدلی که داره یاد میگیره همیشه و این اضافه کردن اینفو شما به این هوش مصنوعی عملاً
هیچ کاربردی نخواهد داشت. فلزا الان ما یک چیزی مطرحه به نام HEO، یعنی Human Experience Optimization به جای SEO. خود همین SEO من توی ویدیوهای پیشرفته SEO گفتم SEO که Search Engine Optimization بود، بعدها ما بهش میگفتیم که Search Experience Optimization، ولی الان خود این کلمه SEO هم به نظر من منسوخ شده و ما الان روی این موضوع کار میکنیم، Human Experience Optimization. حالا جلوترها تو ویدیوهای بعدی به این موضوع هم میرسیم که خیلی تخصصی بررسیش میکنیم. پس کار کردن روی کلمات اینفورمیشنال شما رو به جایی نخواهد رسوند و شاید اگر جایگاهی هم گرفتید، این جایگاه چیزی نخواهد بود که به شما رو به چی برسونه؟ به این مشاهده و دیده شدن توی گوگل برسونه. حالا باید چیکار کنید؟ باید روی کلمات کامرشیال توجه کنید، اما در کنار این کلمات سخت و سنگین مثلا خرید اکانت فلان، خرید، حالا شما توی هر حوزه‌ای که کار میکنید، مثلا کفش کار میکنید، خرید مثلا کفش مجلسی مردانه، خب این میشه یک کلمه کامرشیال. حالا در کنار اینها شما میاید چی کار میکنید؟ میاید ما کلمات کامرشیال دیگه هم داریم که این رو AI مود عملاً خودش به طور عمدی جواب نمیده. چه نوع کلمات کامرشیالی؟ مثلا آیا کفش مثلا کینیتکس مدل مثلا آ9 خوبه یا مثلا آدیداس فلان؟ این یک کلمه کلیدی مقایسه‌ایه که کامرشیاله و شما باید روی این کلمات الان تمرکز با توی این برهه زمانی بهتره که روی این کلمات تمرکز کنید. حالا ما تعداد زیادی از این کلمات رو داریم. یکشو مثال زدم، کلمات کلیدی مقایسه‌ای، یعنی شما روی کلماتی که 2 تا محصول رو با هم مقایسه میکنه میای تمرکز میکنی. 2 بررسی، ببین اینا همش کامرشیاله ها. مثلا چی؟ مثلا بررسی گوشی مثلا آیفون 17. اوکی، ملت الان دنبال اینان. چرا؟ چون فرهنگ و آگاهی سرچ بالا رفته، وبگردی بالا رفته. اوکی، پس شد مقایسه، بررسی. بعد مورد سوم آنباکسینگ. ملت سرچ میکنن دنبال آنباکسینگ، ببینن کدوم محصول رو مثلا اگه میخوام بخرن توی باکسش چه چیزهایی وجود داره. و الی آخر شما اگر حالا کیورد ریسرچ خوب انجام بدید، حتی خودتون خواهید دید که الان پیشنهاد اکثره، یعنی 98% پیشنهادات گوگل کلمات کامرشیاله. خودش کامرشیال ها رو پیشنهاد میده، یا مقایسن، یا بررسین، یا آنباکسینگن، یا بررسی جزئیات فلان چیزن، بررسی قطعه فلان چیز، بررسی همه اینها بچه کامرشیالن که در نهایت شما رو میرسونن به چی؟ میرسونن به خرید. اوکی، در واقع الان گوگل سعی میکنه که کاربرها رو از سرچ اینفورمیشنال ها رو خودش جواب بده و آروم آروم جلوتر توی آینده خواهیم دید که انگلیسیش میشه مارکت پلیس، فارسیش میشه بازارگاه. آروم آروم گوگل تبدیل خواهد شد به یک بازارگاه هوشمند، خیلی هوشمند، در حدی که اقتصاد عظیمی رو توی جهان بخواد بگردونه. همین الانش هم داره این کار رو میکنه. پس در کنار اینها که اینفورمیشنال کامرشیال رو در نظر گرفتید، چیکار میکنید؟ میاید روی ترندها تمرکز میکنید. بچه‌ها هر روز اگر سئو کار هستید، هر روز گوگل ترندز زیر دستتون باشه و سعی کنید هر روز یک محتوا، حتی شده 500 کلمه ای، اوکی، خودت بشینی 5 دقیقه بنویسی.
500 کلمه‌ای در رابطه با یکی از این ترندهایی که مربوط هست به حوزه کاریت یا ترندی که میتونه مربوط بشه به حوزه کاریت رو باز از خود هوش مصنوعی میتونی کمک بگیری، استفاده کن و یک محتوا بزن. خیلی مهمه، باعث میشه که شما توی توی دیسکاوری دیده بشی. بچه اینا جزئیات کارن. اوکی. در کنار این کلمات کامرشیال شما شاید روی سایتتون الان کلمات کلیدی برای صفحه کاتگوری دارید. اوکی، کاتگوریاتون الان کلمه کلیدی دارن. بچه‌ها شما باید سعی کنید که لینک سازی داخلی، ببین چی میگم، لینک سازی داخلی به صفحات کاتگوری رو خیلی تقویت کنید. یعنی ببین میتونم بگم که الان توی این تایم اینترنال لینک بیلدینگ یا لینک سازی داخلی، اینترنال لینک سازی داخلی تقریبا 85% حرف رو داره میزنه. یعنی 85% اتفاقاتی که شما میخوای رقم بزنی رو با همین لینک سازی داخلی میتونی رقم بزنی خودت. اوکی؟ بچه همه این کار رو انجام بدید و مطمئن باشید که نتیجه خواهید گرفت و تا روزتون شب نشد از روزتون ناامید نشید. تا ویدیو بعدی.